سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از سری خاطرات ترسناک شما. سری که قرارم نبود اینقدر طولانی بشه، یعنی من نمیخواستم چنلم کلش بشه خاطرات ترسناک شما، ولی خب همینجوری پیش رفت دیگه. بچه‌ها هم دوست داشتن، منم دیگه گذاشتم همینجوری پشت سرم. ولی خب دارم سعی میکنم یکم محتوا رو متفاوت کنم. البته محتوا تعاملی میمونه همینجوری، یعنی همش از به هر حال از پیامایی که خودتون میفرستید، ولی میخوام یه سری محتوای متفاوت بذارم. البته نه که حتما الزاما جنایی باشه یا فلان. یواش‌یواش متوجه میشید منظورم چیه، که هم تعامل داشته باشیم بیشتر، هم کمی متفاوت باشه از مخاطرات ترسناک که مایا تعریف میکنه. به هر حال بیشتر از این حرف نزنم، بریم سراغ ویدیو. سلام، من رضا هستم، 25 ساله، از مشهد. البته توی داستان اگه جایی شنیدین که به خودم میگم سید، تعجب نکن، چون سید هستم و دوستان منو بیشتر به این اسم صدا میزنن. حالا بریم سراغ داستانه عجیبی که برای من اتفاق افتاده. ماجرایی که هنوزم یادآوریشون مو به تنم سیخ میکنه. اما قبل از اینکه ماجرای اصلی رو بگم، باید یه حقیقتی رو تعریف کنم که شاید خیلی‌ها رو متعجب کنه و حتی خیلی‌ها باورش نکنه. من از نظر بینایی کم بینا هستم. یعنی در حالت عادی شعاع اطرافمو تا حدی تار میبینم، اما نه خیلی زیاد. ولی به هر حال مبهم و تاره. اما عجیب‌ترین جای داستان اینجاست. تمام اتفاقات ماورایی که توی زندگیم برام افتاده رو انگار نه با این چشمای نیمه بینام، بلکه با چشمایی دیدم که هیچ وقت توی زندگی عادی باهاشون برخوردی نداشتم. مسائل ماورایی رو صاف، زلال و عین آینه، حتی از فاصله‌های خیلی دور می‌دیدم. به قول مادر بزرگم که همیشه میگفت ما استخونامون ناپاکه، یعنی هر جا این موجودات، یعنی اجنه، حضور داشته باشن، یا حسشون می‌کنیم یا می‌بینیمشون. من از همون بچگی، از سنین 6 یا 7 سالگی، حضورشون رو توی بعضی نقطه‌ها قشنگ حس می‌کردم. من مشهد زندگی می‌کنم و اولین باری که یادمه با چشای خودم دیدمشون برمیگرده به همون دوران بچگی توی همین شهر. پشت خونه مادر بزرگ پدریم یه زمین خرابه بزرگ بود که ته اون زمین میرسید به یه انباری قدیمی تو در تو. از اون انباری‌های دالون مانند و تاریک زمان قدیم که قدیما توش حیوانایی مثل گاو و گوسفند و اسب نگه می‌داشتن. و یه بخشایی هم داشت که ما بچه‌ها سر در نمی‌آوردیم چی به چیه. یه روز من و پسرعمم حسین همونطور که داشتیم توی اون زمین خرابه میچرخیدیم و الکی وقت می‌گذروندیم، رسیدیم جلوی اون انباریا. شاید کلاً 5 یا 6 سالمون بود. حتی شاید یه کوچولو کمتر. به حسین گفتم بیا بریم یه فضولی کنیم ببینیم اینجا چی داره و چه خبره. در واقع ما بچه بودیم و بیشتر دنبال این بودیم که یه وسیله چیزی پیدا کنیم تا بتونیم باهاش بازی کنیم و سرگرم بشیم. اصلا فکرشو هم نمی‌کردیم چه چیزی اون تو منتظرمونه. در هول دادیم و بازش کردیم و قدم گذاشتیم توی تاریکی دالونای اون انباریا. همینطور که داشتیم جلو می‌رفتیم رسیدیم به اتاق آخر. اتاقی که یه در چوبی بزرگ و قدیمی جلوش بود. البته منظورم از در بزرگ اون درای مجلل و سلطنتی نیست. از اون درای چوبی و کلوندار قدیمی که روش پر از شیشه‌های کوچیک رنگی بود. کلون گفتم؟ سبز، زرد، آبی. در اون اتاق هم باز کردیم و رفتیم تو. اما باورتون نمیشه. این صحنه‌ای که میخوام بگم بعد از گذشت تقریباً 20 سال درست عین آینه جلوی چشمامه. انگار همین دیروز اتفاق افتاده، بدون کوچکترین کم و کاستی. همه چیز توی ذهنم حک شده و هنوزم وقتی یادش میافتم تمام بدنم مرمور میشه. پشتم عرق میکنه و مو به تنم سیخ میشه. انتهای اون اتاق یه تاقچه دیواری نسبتاً بلند بود. شاید باورتون نشه، یه گوسفند روی اون تاقچه نشسته بود. تا ما رو دید یه صدای مع بلند و ناهنجار کشید. صدایی که انگار توی اون اتاق بسته میپیچید. من و حسین اصلا نفهمیدیم چطوری و با چه سرعتی از اون انباری پا به فرار گذاشتیم. حالا شاید با خودتون بگید خب مگه گوسفند کجاش ترس داره؟ اما ترسش دقیقاً این جایی بود که بیش از 10 سال میشد مادر بزرگ من هیچ حیوانی به جز مرغ و خروس توی اون خونه نداشت. اصلا گوسفندی وجود نداشت که بخواد اونجا باشه. چه برسه به اینکه بره بالای تاقچه بشینه. از طرفی خونه مادر بزرگم توی بافت خود شهر مشهد بود. یعنی توی روستا نبودیم که بگیم شاید گوسفند همسایه ها در رفته و اومده اونجا. قیافش هنوز جلوی چشامه. یه گوسفند با بدن سفید، کله کاملا سیاه و پاهایی که انگار از زانو به پایین توی سیاهی مطلق رنگ شده بود. وقتی جریان رو با دستپاچگی برای خانواده‌هامون تعریف کردیم، اونقدری که باید جدی نگرفتن. فقط بهمون گفتن دیگه تنهایی سمت اون انباریا نرید. البته بعدا فهمیدیم خودشون هم بارها و بارها هم توی اون زمین خرابه و هم درون اون انباری‌ها مواردی رو دیده بودن. از این ماجرا 1-2 سالی گذشت. ما برای که موضوعی مجبور شدیم خونمون رو عوض کنیم. و برای مدتی اومدیم خونه مادر بزرگ مادریم زندگی کردیم. قشنگ یادمه 7 سالم بود و میرسید به دورانی که میرفتم کلاس اول ابتدایی. توی اون مدت
هر شب بلا استثنا، هر شب وقتی میخواستم بخوابم، به محض اینکه چشامم روی هم میذاشتم یه صحنه تکرار میشد. یه خانمی با لباسای کاملا سفید و موهای بلند و پرپشت سیاه میومد و دقیقاً صورت به صورت من میشد. طوری که از شدت ترس و دلهره با جیغ پناه میبردم به بیدار شدن. اما بذارید یه نکته خیلی مهم رو بگم. من این زن رو توی خواب نمیدیدم. اصلا خوابی در کار نبود. من کاملا بیدار بودم. بیدار. ماجرا اینطوری بود که تا چشامو روی هم میذاشتم تا کم کم خوابم ببره، بلا فاصله میدیدمش. انگار کنار پام ایستاده بود و روی تخت خم شده بود روی صورت من. دقیقاً صورت به صورت من. تو فاصله 20 سانتی متر یا حتی کمتر. توی اون تاریکی و بیداری، چون قشنگ خم شده بود روی من فقط میتونستم بالاتنه حجم زیاد موهای سیاهش و اون صورت گچی و ترسناکش رو ببینم. تا چشمو باز میکردم چیزی نبود. اما به محض اینکه پلکامو برای خوابیدن روی هم میذاشتم دوباره همونجا بود. قشنگ زل زده بود توی چشای بسته من. لباسش سفید بود با موهای خیلی بلند و سیاه. صورتش هم سفیدی عجیبی داشت. اما نه اون سفیدی پوستی که مثلا بین خودمون میبینیم. یه جور سفیدی خاص که انگار به گچی یا یخی میزد. خیلی سفید بود اما باز به روشنی رنگ لباسش نمیرسید. یه چیز عجیبی بود که اصلا نمیشه با کلمات توصیفش کرد. البته بعدا یکی از بزرگترا بهم گفت چون اون زن لباس سفید تنش بوده احتمالاً جن بد نبوده. ولی خب حقیقتش اینه که من رو توی اون سن کم واقعاً زهره ترک میکرد و میترسون. نمیتونم با قاطعیت 100% بگم جن بود. اما قشنگ کامل و با تمام جزئیات یادمه که میدیدمش. هر شب کارم شده بود که برای فرار از اون موجود قرآن بذارم بالای سرم. 4 قل و سوره حمد رو بخونم و قشنگ دست مامانم توی دستم بگیرم تا کم کم خوابم ببره. اگه فقط یکی از این کارا رو انجام نمیدادم اون زنو میدیدم. خلاصه یه مدتی رو با همین وضعیت فرساینده گذروندم تا اینکه بالاخره یه دعایی به من دادن که انداختن گردنم. اون دعا رو انداختم گردنم و شاید باورتون نشه ولی معجزه کرد. بعد از اون کلا اون ماجرا تموم شد و دیگه هیچ وقت از اون زن سفید پوش خبری نشد. البته تا جایی که یادمه همون 4 قل بود که روی کاغذ نوشته شده بود. ولی به لطف خدا اثر کرد و اون کابوسای بیداری برای همیشه برطرف شد. یه خاطره دیگه هم از همون دوران بچگی دارم. یادم تقریبا 9 ساله یا 10 ساله بودم که توی حیاط خونه بابا بزرگم با بچه‌ها داشتیم بازی می‌کردیم. وسط بازی بچه‌ها همگی رفتن توی خونه عموم. خونه عموم طبقه همکف همون خونه پدر بزرگم بود و درش دقیقاً رو به حیاط باز می‌شد. طراحی خونه کلاً طوری بود که وقتی توی خونه می‌نشستی، به هر حال کل حیاط رو قشنگ می‌دیدی. دستشوییشون هم به سبک خونه‌های قدیمی توی حیاط بود. بچه‌ها که رفتن تو، من تنها توی حیاط موندم و رفتم کنار دیوار دستشویی. دم دستشویی داشتم دستامو میشستم. یهو پسر عمم از داخل خونه با فریاد و وحشت داد زد سید رضا بدو بیا تو خونه. منم با همون دستای خیس که شاید حتی کاملا شسته نشده بود هول هولکی و بدو اومدم تو خونه و گفتم چی شده چته؟ چرا داد میزنی؟ برگشت با ترس تمام گفت یه نفر رو دیدم که روی پشت بوم دستشویی نشسته بود. پاهای لاغر و خیلی بلندی داشت که از سقف دستشویی آویزون شده بود و تا نزدیکای دستشویی رسیده بود. دستای لاغر و استخونی درازی هم داشت که یه چیزی مثل تسبیح رو توی دستش گرفته بود و داشت میگردوند. شاید باورتون نشه. وقتی خودم برگشتم و از پنجره اون صحنه رو نگاه کردم با چشای خودم دیدمش. یعنی اصلا غیبش نزده بود و کماکان همونجا نشسته بود. شاید چند دقیقه هر دومون داشتیم با ترس و تعجب نگاهش میکردیم. تا اینکه یهو بابا بزرگم در حیاط رو باز کرد و وارد حیاط شد. به محض اینکه بابا بزرگم اومد داخل، اون تصویر یا اون شخص یا هر چیز دیگه‌ای که بود یهو محو شد. اما نقطه وحشتناک و اصلی داستان من تازه از اینجا شروع میشه. درست توی همون سالا پدرم تصمیم گرفت تکلیف اون زمین خالی و انباری‌های متروکه خونه مادر بزرگ پدریم رو روشن کنه. چون مالکیت اون تیکه زمین به نام من خورده بود. بابام رفت تا کل اون انباری‌های قدیمی، دالونای تاریک و اون اتاق آخر رو کوبید و زمین رو کاملا صاف کرد. جاش یه ساختمون 4 طبقه نوساز ساخت. 3 طبقه اول رو فروختیم و خودمون اومدیم طبقه 4 ساکن شدیم. وقتی ما نقل مکان کردیم فقط طبقه 4 خودمون کاملا تکمیل و آماده زندگی بود. 3 طبقه پایین هنوز در حد سفتکاری باقی مونده بود. یعنی خونه ها نه در داشتن نه گچکاری شده بودن و فقط یه 4 دیواری لخت بود که نقشه اتاقا همون و پذیراییشون مشخص بود. تو طول روز من و پسر عمم حسین میرفتیم توی اون طبقه‌های نیمه کار میچرخیدیم، فضولی میکردیم، بازی میکردیم و حسابی خوش میگذروندیم. اما شب وای از شبای اون ساختمون. شب که میشد وقتی میخواستم از بیرون برگردم خونه با تمام توانی که توی پاهام بود اون 4 طبقه پله رو فقط میدویدم.
اصلا جرئت نمی‌کردم حتی یه ثانیه به داخل اون طبقه‌های لخت و نیمه‌کاره نگاه کنم. اونجا فقط تاریک نبود، انگار یه سیاه‌چاله بود. سیاهی و ظلماتی که شبا از درون اون خونه‌های نیمه‌کاره بیرون میزد، وحشتناکترین تاریکی تمام زندگی من بود. انگار از اون تاریکی‌های مطلقی بود که حتی اگه توش پروژکتورم مینداختی نور و قورت میداد و میخورد. توی همون دوران یه بار طبق معمول همیشه تو فاصله 1 یا 2 متری تلویزیون توی سالن نشسته بودم و داشتم برنامه تماشا میکردم. نمیدونم چرا ولی ناگهان و بدون هیچ دلیلی سرم ناخودآگاه چرخید به سمت چپ. یعنی به سمت در ورودی و آشپزخونه. به محض اینکه نگاه کردم سر جام خشکم زد. یه سایه بسیار بزرگ رو دیدم. قدش دقیقاً از کف زمین تا سقف خونه بود و هیکلی به شدت چاق و حجیم داشت. شاید 2 برابر یه انسان عادی فضا رو اشغال کرده بود. اما اون موجود یه سایه معمولی 2 بعدی نبود. شبیه به یه دود متراکم سیاه رنگ بود که شکل گرفته بود. مثل یک استوانه بلند دودی از زمین تا سقف با قطری وحشتناک. این موجود دودی خیلی آروم و خونسرد از سمت آشپزخونه حرکت کرد، اومد و از درب بسته خونه خارج شد و رفت. مدتی از این جریان گذشت. کارهای ساختمانی جلو رفت و طبقه‌های دوم و سوم هم کامل شدن و خانواده‌های دیگه اومدن و داخلشون ساکن شدن. حالا دیگه فقط طبقه اول یعنی طبقه همکف خالی مونده بود. خانواده‌ای که اومده بودن طبقه سوم از اقوام و آشناهای دور ما بودن. برای همین مامان من و خانم اون خونه با همدیگه دوستای خیلی صمیمی و فابریک شده بودن. طوری که مدام یا مامانم خونه اونا بود یا اون خانم خونه ما. یه شب نصف شب بود و همه خواب بودیم. من توی سالن پذیرایی خوابیده بودم. وسط شب توی یه حالت عجیب از خواب بیدار شدم. یعنی انگار خواب بودم. اما تمام اتفاقات اطرافمو با چشمانی کاملا باز و زنده می‌دیدم. قشنگ داشتم فضای خونمون رو رصد می‌کردم. توی همون حالت خلسه و خواب و بیدار دیدم که همین خانم همسایه طبقه سوممون به همراه یه زن دیگه که نمیدونم مادرش بود یا خواهرش دقیقاً جلوی آکواریوم ما ایستادن و دارن خیلی آروم با همدیگه صحبت میکنن. هنوز توی شوک حضور اونا توی نصف شب بودم که ناگهان بختک به جونم افتاد. یه سنگینی ماورایی و فلج کننده ریخت روی بدنم. طوری که حتی نمیتونستم یه ذره نفس بکشم. انگار یه موجود نامرئی قشنگ نشسته بود روی قفسه سینه‌ام و با دستاش گلومو فشار میداد و خفم میکرد. دست و پاهام کاملا قفل شده بود و ابدا نمیتونستم تکونشون بدم. توی اون چند دقیقه‌ای که انگار چند سال برام گذشت، با تمام وجود و با گریه توی دلم مدام شروع کردم به گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. انقدر توی دلم بسم الله گفتم تا کم کم اون سنگینی رفت و شرایط عادی شد. با وحشت تمام بیدار شدم و پریدم بالا و کل خانواده رو بیدار کردم. وقتی خونه رو گشتیم، هیچ کس به جز خودمون توی خونه نبود. هنوز که هنوزه برام یه معمای بزرگه و نمیدونم چرا دقیقاً قبل از اینکه بختک به جونم بیفته تصویر اون 2 نفر زن همسایه رو توی خونمون دیدم. اصلا موقعیت ساختمون ما طوری بود که قشنگ به این ترسی که توی جونم افتاده بود دامن میزد. آپارتمان ما دقیقاً انتهای یک کوچه بنبست قرار داشت. تا چندین سال هر موقع شبا تنها از خونه بیرون میزدم که برم جایی، از همون نقطه ته کوچه تا خود سر کوچه قشنگ حس می‌کردم یه نفر پشتم ایستاده و قدم به قدم داره باهام راه میاد. میتونم بگم میلیون‌ها بار ناگهانی برگشتم، با وحشت پشت سرمو نگاه کردم، ولی هیچ چیز و هیچ کسی توی کوچه نبود. کوچه در سکوت مطلق بود، اما به محض اینکه رو به جلو راه میافتادم کماکان و همیشه اون حس حضور وجود داشت. خلاصه این موارد عجیب کم و بیش ادامه داشت و ما دیگه تا حدی با این شرایط کنار اومده بودیم. تا اینکه توی سن 14 یا 15 سالگی یه سفر رفتم اصفهان پیش دوستام. روز اول سفر بود. از اتوبوس‌های BRT پیاده شدیم و باید یه مسیر باریک رو از روی اون خط وسط 2 تا باند اتوبوس رفت و برگشت طی می‌کردیم تا برسیم به قسمتی که شیبدار میشد و میتونستیم وارد آسفالت بشیم. تمام این مسیر از 2 طرف کاملا نرده کشی شده بود. اما یه تیکه از مسیر نمیدونم چرا ولی نرده نداشت و عرض راه هم خیلی باریک‌تر شده بود. من و دوستم که نابینای مطلق هستش داشتیم شونه به شونه همراه میرفتیم، چون مسیر یهو باریک شد و منم حواسم نبود. پام خط خورد و قشنگ افتادم پایین. ارتفاعش زیاد نبود، شاید نهایتاً نیم متر. اما افتادم دقیقاً کف باندی که مخصوص عبور و مرور سریع اتوبوس‌های BRT بود. رفیق بنده خودم که نابینا بود یهو وحشت زده داد زد سید چی شد؟ جریان چیه؟ اصلا نمیدونست چه اتفاقی برام افتاده. اما قسم میخورم قبل از افتادنم بارها و بارها اطراف رو نگاه کرده بودم تا اگه شد از یه نفر کمک بگیرم. پرنده پر نمیزد و فقط من و رفیقم روی اون خط باریک داشتیم راه میرفتیم. اما درست تو همون ثانیه‌ای که من افتادم زمین
یهو 2 خانم از غیب ظاهر شدن. یکیشون جیغ کشان دوید سمت من. دستمو محکم گرفت و با تمام توانش منو کشید بالا روی سکو. دقیقاً همون ثانیه‌ای که پام رسید بالا، یه اتوبوس بیارتی با سرعت تمام و سرسام‌آور از اونجا رد شد. یعنی اگه اون خانم ناشناس اونجا نبود و اون کسر از ثانیه منو بالا نمی‌کشید، الان 100 بار مرده بودم و زیر چرخ‌های اون اتوبوس له و پرس شده بودم. اما عجیب‌ترین و ماورایی‌ترین جاش اینجاست. اون خانم بعد از اینکه منو کشید بالا، بدون اینکه حتی یک کلمه حرف بزنه یا حالمو بپرسه، دست خانم همراهش رو گرفت و خیلی خونسرد رفتن جلوتر. من که هنوز تو شوک بودم، چند ثانیه برگشتم سمت رفیقم تا باهاش صحبت کنم و آرومش کنم. اما به محض اینکه دوباره رومو کردم به جلو تا از اون 2 خانم تشکر کنم، هیچ کس نبود. انگار کلاً آب شده بودن و رفته بودن توی زمین. توی اون مسیر نرده کشی شده طولانی، محال بود توی 2 ثانیه غیب بشن، اما شده بودن. و خب بعدا متوجه شدم این خانمی که منو نجات داد جریانات مفصل خودشو داره که اگه خواستی اونا رو هم براتون تعریف میکنم، چون بارها و بارها به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث نجات جونم شده. میدونم که خیلی به این موجودات اعتقادی ندارن، اما خب این اتفاقاتی هستش که برای من افتاده. خیلی چیزای دیگه هم هست که دیگه به نظرم داستان طولانی کننده و شاید خسته کننده بشه. کما این که همین الانش هم خیلی طولانی شد. از همه شما که تا به اینجای داستان شنیدید تشکر میکنم و سپاسگزارم. خیلی خاطره جالبی بود، خیلی قشنگ بود، روایتت هم عالی بود و من لذت بردم از شنیدنش. مطمئنم بچه‌ها دوست داشتن. یه نکته بگم، چون نگارش و روایت این خاطره خوب بود. بعضیا دیدم یا توی کامنت‌ها به بعضی از خاطرها میگن اینا رو چت جی پی تی نوشته و اینا. بچه اگه میبینین لحن ممکنه یکم شبیه به لحن چت جی پی تی باشه یا هوش مصنوعی دیگه، این الزاماً معنیش این نیست که طرف داده به چت جی پی تی داستان نوشته. بعضیا چون میدونم بهم میگن، بعضی وقتا از قبل میگن مثلا من اینو دادم به چت جی پی تی که مرتبش کنه. یعنی میره داستانشو مینویسه، بعد میده به چت جی پی تی میگه اینو برام مرتب کن یا مثلا نگارشش رو درست کن. اینا کار خوبی هم میکنن، چون وقتی میخواد بفرسته خوندنش هم از روش راحت تره. به خاطر همین اگه یه وقت همچین چیزایی حس میکنید، الزاما معنیش این نیست که اینو داده چت جی پی تی از خودش در آورده. حالا منظورم به این خاطره نبود، چون اصلا حالت چت جی پی تی نداشت. کلی گفتم چون این نگارشش خوب بود، یادم افتاد به اون قضیه. به هر حال مرسی که تعریفش کردی برامون. بریم سراغ خاطره بعد. سلام. من یه هفته درگیر بودم با خودم که این خاطره دردناکو بگم یا نه. تا اینکه پارت 39 خاطرات ترسناکو دیدم، یه هموطن خاطرش رو تعریف کرده بود که یه قتل ناخواسته کرده بود. عذاب وجدان داشت و منم بالاخره تصمیم گرفتم که بگم و خلاصش میکنم، چون واسه خودم زیادی دردناکه و خیلی زیادی، یعنی اینقدر زیادی که باید فقط توی یه ویدیو خاطره منو بذاری. پس سعی میکنم خلاصش کنم و جزئیات مهم و اتفاقای بدو بگم. من مهدیم و 25 سالمه، اهل افغانستانم. خاطره من مال 4 سال قبله که تازه طالبا حمله کرده بودن به افغانستان. راجع به طالبا کمی بگم که اونا بیشترشون پشتونای پاکستانی هستن و فارسی یا دری بلد نیستن و عملا انگار از پشت کوه اومدن، یعنی اینکه سواد ندارن، بیشترشون نفهمن، آدم که نمیشه گفت، جونورن. من 5 تا داداش دارم، 3 تاش از من بزرگتر و 2 تا کوچیک‌تره. 2 تای اول نظامی بود، برادر بزرگم قماندان بود. ما میگیم قماندان، فکر کنم شما کلانتر میگید. ما کلانتر نمیگیم، ما میگیم فرمانده، چون توی سیستم نظامی الان اون درجه‌ای به اسم کلانتر نداریم دیگه. یعنی کلمش هست ولی اون درجه رو نداریم که یه شخص باشه بهش بگن این کلانتره. توی کلانتری ها کسی که اونجا هست بهش میگن رئیس کلانتری یا فرمانده کلانتری. توی ارتش همون فرمانده ارتش بود. و برادر دومی هم توی پلیس شهری همون فرمانده بود، همون قماندان که خودشون میگن. نمیخوام هویتشون رو بگم اینجوری. برادر دوم میگم امید که بفهمید. داداش اولم که دور بود از ما، ولی داداش دومی که همون پلیس شهری بود نزدیک بود. یعنی پاسگاهی که زیر دستمون بود از خونه ما تا اونجا نیم ساعت راه بود. خلاصه اون روزی که طالبان یکی یکی شهرها رو تصرف میکرد، شهر ما و چند تا شهر دیگه مونده بود. همون روز داداش بزرگم که تو ارتش بود با بیشتر از 30 تا تانک زرهی اومده بودن. همه جا سرباز بود و خیالمون راحت بود. صبح رسیده بودن تا ساعت 4 بعد از ظهر، ولی بعد ساعت 4 عقب نشینی کردن رفتن، چون دستور از بالا اومده بود که هر چی نظامیه کشور رو ترک کنن. واقعیتش کشور ما سقوط نکرد، فروخته شد. اون همه تانکا همشون برگشت و نظامی‌ها یکی یکی میرفتن کشور رو ترک میکردن. بیشترشون رفتن تاجیکستان و ایران و کشورهای دیگه.
داداش منم میخواست بره ولی بابام بهشون گفته بود که کشور رو ترک نکنین. از خاکتون دفاع کنین. پدرم به شدت آدم وطن دوستیه. به جفت داداشام گفت کشور رو ترک کنید حقم رو حلال نمیکنم. داداش دومی من فقط با 10 تا سرباز تو پاسگاه مونده بود که صدای تیراندازی اومد. 2 روز تموم جنگ بود. بعد 2 روز صدای تیراندازی تموم شد. برداشت من و یه داداشم که بزرگتر از من بود، یعنی داداش سومم، با ترس و لرز رفتیم از خونه بیرون سمت پاسگاه. نزدیک که شدیم دیدیم هر سمتی جسد افتاده بود. نظامی، غیر نظامی. تا رسیدم به پاسگاه مردم جمع شده بودن. من خیلی حس بدی داشتم. ترسیده بودم. هی تو دلم میگفتم خدایا داداشم چیزیش نشده باشه. ولی وقتی این همه شهید دیدم فهمیدم که داداش منم شهید شده و رفتم دیدمش. طالبا حتی نمیذاشتن به اونجا نزدیک بشیم که تن بیجونشون رو برداریم. هر کسی نزدیک میشد تیر هوایی میزدن و همه رو میترسوندن. طالبا اونجا یکی دوتا هم نبودن، خیلی بودن، همه جا بودن. همینجوری همه جا جسد بود. آخر با کلی دردسر تونستیم شهدا رو ببریم سمت مسجد. اونجا همشو جمع کردیم. بعد از ظهر اون روز خبر شدیم که داداش بزرگم هم شهید شده. تن بدون سر اون داداش عزیزم هم آوردن. همه اینا رو من با چشای خودم دیدم. نمیتونم حالمو توصیف کنم. الانش هم چشام خیس اشک شده. ما خیلی سعی کردیم که مادرم نبینه این صحنه‌ها رو، ولی دید. انقدر گریه کرد نتونست تحمل کنه اینا رو. تو بیمارستان بستری شد. ولی بعد 2 روز مادرم ما رو تنها گذاشت، سکته کرد. و من موندم و 3 تا داداشم با بابام. تو خونه ما 2 تا اسلحه کلاشینکوف و یه تفنگ دستی بود. یه داداش بزرگتر از من مونده بود، یعنی داداش سوم من. گفت میخواد از شر این اسلحه ها خلاص شه. شب ساعت 9 بود. همشو گرفت داخل یک کیف کرد، گذاشت سوار ماشین شد رفت. ولی نمیدونستم که کجا میره، نپرسیدم. هممون داغدار بودیم، به فکر اون نیومد کجا میبره و چیکار میکنه. رفت و ولی اونم درگیر شده بود خودش. با 2 تا از دوستاش رفته بود و با طالبا درگیر شده بود و کلی از طالبا رو هم کشته بود، ولی متاسفانه خودش هم با 2 تا دوستش شهید شده بود. فرداش اتحادیه، یعنی همون بزرگای شهر، زنگ زد به بابام، گفت بیا مسجد. وقتی رفتیم اونجا کلی هم شهید اونجا بود که داداش سومی منم بین شهدا بود. اون روزم تموم شد. 4 تا اعضای خانواده‌ام، 3 برادر و مادرم تن بیجونشون به مسجد بردن. قرار بود فردا خاک کنیم. شب اون روز پدرم هم نتونست این غمو تحمل کنه. توی خواب سکته قلبی کرد. من اون سال 5 تا عزیزمو از دست دادم و هیچ کاری نمیتونستم بکنم. با چشام شاهد مرگ همشون بودم. من موندم و 2 تا داداشم. من خودمو به سختی سر پا نگه داشتم. به یه تار مو بند بودم. بعضی شبا انقدر گریه میکنم میترسم اون شب بخوابم و توی خواب منم بمیرم. سرنوشت این 2 تا داداشم کوچیک‌تر از منم چی میشه؟ همیشه میگم کاش جای یکی از داداشام که شهید شد من بودم. واقعا برام خیلی سخت گذشته. تا هنوز نتونستم کنار بیام با این غم و درد بزرگی که تو سینمه. واقعا زندگی خوبی داشتیم، خوشحال بودیم، ولی هیچ کس برام نموند. خدا لعنت کنه اونایی که کشورمون رو فروختن. صدها بچه یتیم شدن، صدها زن بیوه شدن، صدها پدر مادر داغ فرزندشون. نه مادر، نه پدر، نه داداش بزرگتر، هیچ کس نموند. واسم خیلی سخته. بعد اون من یه روز نتونستم بخندم. بیشتر شبا با گریه خوابم میبره. حس میکنم دردی که من کشیدم فقط برای من درد داره. بعید میدونم کسی درک کنه. تصور اینا هم سخت و دردناکه. جنگ خیلی بده. الان چند سالی میگذره من هر چی بود فروختم، ماشین، خونه، همه دار و ندارمون که مونده بود جمع کردم، دست 2 تا داداش کوچیک‌تر از خودمو گرفتم رفتم ترکیه. الانم توی ترکیه هستم. ولی همیشه میرم 1 سال یه بار ختم قرآن میکنم برای عزیزانم. ببخشید اگه سرتون رو به درد آوردم. اگه زیاد طولانی شد شرمنده، چون الانش من فقط خلاصه ای از زندگیمو گفتم. چون انقدر زیاده که میشه یه ویدیو 3 ساعته تنها از خلاصه زندگیم درست کنیم. من سعی کردم تا جایی که میتونم فارسی بنویسم تا بتونی راحت‌تر بخونی. میخواستم وایس بدم ولی نمیتونم بغضمو کنترل کنم. اگه جای املام خراب یا غلط بود ببخشید. این درد و رنج بدبختی که من کشیدم خداوند به هیچ بنده دیگه نشون نده، چون خیلی سخته. هر کس این ویدیو رو دید به این خاطره رسید یه فاتحه بخونه ممنون میشم. خداحافظ. واقعا یکی از دردناکترین خاطرهایی که این چند وقت اخیر شنیدم این بود و نمیدونم چی بگم. واقعا امیدوارم که روح همه عزیزانت شاد باشه و خودت و داداشت هم موفق باشید همیشه و که مردم افغانستان هم یه روز بتونن رنگ صلح و شادی رو ببینن. واقعا برحال ممنونم که تعریفش کردی برامون. بریم سراغ خاطره بعد. سلام، اسم من آیداس از اهوازم. این خاطره من ربطی به جن و روح نداره و به نظرم داستانایی که به انسان ربط دارن خیلی ترسناک‌ترن. زیاد حرف نزنم. این اتفاق 24 شهریور 1402 افتاد. من و خانواده خالم و یه خانواده دیگه که فامیل شوهر خالم بودن رفته بودیم ویلای شمال خالم برای اینکه مثلا یکم خوش بگذرونیم. ولی نمیدونستیم همچین اتفاقی قراره برامون بیفته.
طرفای ساعت 11 شب من و داداشم و دختر خالم و نوه‌های خالم توی بالکن طبقه بالا نشسته بودیم که ها از توی خونه صدای جیغ اومد. اولش فکر کردیم شاید بچه‌ها خرابکاری کردن، ولی بعدش که رفتیم توی خونه خیلی داستان بدتر بود. داداشم سریع رفت طبقه پایین و مامان بابامو صدا زد بیان بالا. دیدم شوهر خالم داره با تلفن حرف میزنه و هی میگه کی کشتش. پس شوهرش کجاست؟ من شوکه شده بودم و نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته. فقط بچهای فامیل شوهر خالم و نوه‌های خالمو برداشتم و بردم توی اتاق. اون وسط خواهر شوهر خالم قش کرده بود. اصلا نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته. هی میرفتم توی پذیرایی بفهمم چه خبره، ولی نمیفهمیدم. تا اینکه دیگه شوهر خالم تلفنشو قطع کرد و گفت چه اتفاقی افتاده. برادرزادش که یه دختر 30 خورده ساله بود و اسمش برای مثال سارا بود، به قتل رسیده بود. و نکته ترسناکترش این بود که شوهرش به قتل رسونده بودش. جو خونه واقعا خیلی بد بود. خالم اینا سریع وسایلشون رو جمع کردن و یه سره از شما رفتن اهواز. اون شب واقعا برای من وحشتناک بود. میترسیدم بخوابم. همش توی این فکر بودم که منی که اینقدر پرونده جنایی میبینم و به این چیزا علاقه دارم، واقعا نزدیکم همچین اتفاقی افتاده. سارا رو ما توی نظریهای نوه خالم میدیدیم. خیلی دختر پر انرژی و سخت کوشی بود. قبل از به قتل رسیدنش هم توی کارش رسمی شده بود و حقوق خیلی خوبی میگرفت. خیلی از ماجرای اصلی دور نشم. فرداش مامانم هم به خالم زنگ زد و ازشون حالشون رو پرسید. و خالم تازه برامون تعریف کرد که چه اتفاقی افتاده. اون شب همون طرفای ساعت 9 خواهر و برادر و مامان سارا میرن دم خونش و زنگ خونه رو میزنن، ولی جواب نمیده. انگار خود سارا از قبل بهشون گفته بود اگه جواب زنگاتون رو ندادم بدونید شوهرم منو کشته. و برای همین خواهر و برادرش نگرانش میشن و به پلیس زنگ میزنن تا پلیس بیاد در خونه رو میشکنن و به زور میرن داخل خونه و صحنه وحشتناکی میبینن. شوهر سارا رو میبینن که اسمشو میذاریم محمد، روی مبل خیلی ریلکس نشسته بود و داشته فوتبال میدیده. و کنارش روی زمین یه تشت پر از آب بوده و سر سارا توی تشت بوده. سریع پلیس محمد رو دستگیر میکنه و اونجا مامان سارا یه چک تو صورت محمد میزنه و قش میکنه. بعد از اینکه محمد رو میبرن اداره پلیس، ازش تست مواد میگیرن و میفهمن هیچ مواد و الکلی هم مصرف نکرده و تست سلامت روان هم ازش میگیرن و کاملا سالم بوده. تازه توی بازجویی هم گفته بود هر چند بار برگردم عقب بازم میکشمش. و من واقعا از این حجم وقاحت یک شخص تعجب میکنم. و نکته بدترش اینه که سارا و محمد یه پسر 10 ساله هم داشتن و شب قتل خونه مامان بزرگش بوده. توی بازجویی‌ها و دادگاه مشخص میشه از چند ماه قبل نقشه قتل هم خود سارا هم پسرشون رو داشته میکشیده. مثلا بهشون دارو میداده و ضعیفشون میکرده. یا دقیقاً صبح روز قتل میخواسته با ماشین برن بیرون و همشون رو بکشه و تصادف جلوه بده. ولی ماشینشون خراب شده. و اتفاقا به شوهر خالم زنگ میزنه و بهش میگه ماشینم خراب شده. یه جایی رو بهم معرفی کن که ماشین رو درست کنم. و کلی کارهای وحشتناک دیگه. تازه آقا دوباره با زن سابقش هم که یه پسر 18 19 ساله داشته باهاش ارتباط گرفته بوده و به سارا خیانت هم میکرده و پولای سارا رو میگرفته و به زن سابقش میداده. حدود یه سال بعد از این اتفاق، یعنی سال 403، حکم اعدام میگیره و از سال 402 تا الان که تیر 405 شده، خانواده سارا و شوهر خالم هزاران بار دادگاه رفتن. کلی پول دادن، دیه‌شو دادن، پول دار رو دادن تا اینکه اواخر خرداد می‌خواسته حکمش اجرا بشه. ولی چون محمد عربه و عربا هم خیلی فامیل و خان و خانزاده دارن، فامیلاش میان و نمیذارن اعدامش کنن و تاریخ اعدامش رو گفتن توی مرداد بعد از محرم. بخوام بگم پسرشون چی شد، پیش مامان بزرگ و بابا بزرگ پدریش زندگی میکنه و همون روز اعدام هم انگار اونجا بوده. با قرآن و لهجه عربی به مامان سارا و خواهرش میگفته تو رو خدا بابامو اعدام نکنی. ولی مامان سارا گفته من کل زندگیمو میذارم تا این مرتیکه رو اعدام کنم. کلا زندگی سارا و محمد به ظاهر خیلی خوب میرسید. ولی خب واقعا زندگی خوبی نداشتن. چون گفتم سارا به خانواده‌اش گفته بود اگه من جواب زنگتون رو ندادم بدونید شوهرم منو کشته. و طبیعتاً بین یه زوج عادی و سالم همچین چیزی اتفاق نمیافته. و فعلا هم نمیدونیم قراره چی بشه، واقعا اعدامش میکنن یا نمیکنن. ولی هر اتفاقی بیفته دیگه اون دختر بر نمیگرده و هیچ کس هم آخر نفهمید هدف محمد از قتل سارا چی بوده. هیچ کس نفهمید و خودش هم نگفت که چرا کشتمش. فقط هر بار که ازش پرسیدن چرا کشتیش، گفته اگه برگردم به قبل بازم میکشمش. ولی حدس خودمون اینه که چون میخواسته از سارا جدا بشه و سارا نمیخواسته طلاق بگیره، برای همین کشتتش تا دوباره برگرده به زن سابقش. لطفا خودت هم نظرتو بگو راجع به این پرونده. امیدوارم همچین اتفاقی برای هیچ کسی نیفته چون واقعا سخته. اول اینو بگم که متاسفانه فکر میکنم امکانات کافی رو نداریم توی سیستم قضایی و پلیس برای تشخیص بیماری‌های روانی همچین مجرمایی.
این که بگیم هیچیش نیست و همچون سالم الکی مگه میشه اصلا همچین چیزی؟ چون اصلا همچین کاری وقتی یه نفر انجام میده یعنی یه بیماری داره. آدم عادی و سالم همچین کاری نمیتونه بکنه، پسش بر نمیاد و نمیتونن تشخیص بدن اینا. حالا هرچی میخوان باز بیان بگن، حالا نمیدونم هر چیزی راجع به ایران بگیم، نمیدونم عقب افتادن، نمیدونم کم امکانات نیست دیگه. این بعضی از مجرما هستن حالا تو کشورهایی که پیشرفتن از این بابت مدت‌ها رو اینا مطالعه میکنن، انگیزشون رو بفهمن که چی بوده یا که پیشگیری کنن از این اتفاقا برای دفعات بعد، برای نفرات بعد، آدمای دیگه. ولی خب تو ایران حالا نهایتاً 4 تا سالم ازش میپرسن و میگن طورش نبوده. آخه مگه میشه همچین چیزی؟ و مسئله بعدی هم اینه که گفتی نمیدونم خان و خانزاده و فلان، اینا اصلا نفهمیدم این چیکار داره. به شاید منظورت این بوده که آشنا دارن یا توی این سیستم ها و اعدامش عقب انداختن یا همچین چیزی. ولی با اینکه کلا به شکل خیلی کلی دارم میگم اینو، با حکم اعدام مخالفم از نظر شخصی من. ولی الان چون قانون ایرانه و کسی که براش این اتفاق افتاده دخترشون کشته شده، حق اینو دارن که بخوان قانون به خوبی اجرا بشه. امیدوارم هر چه سریعتر به خواستشون برسن و اون حکم قانونی که قانون داده، قاضی داده، به هر حال اجرا بشه، چون حق ایناست دیگه، یه چیز قانونی و حقشونه. و فکر میکنم حبس طولانی مدت برای همچین آدمای بیشتر میتونه سخت باشه و مجازات باشه به عنوان مجازات. البته خب حبس واقعی، نه اینکه نمیدونم یه روز جهادی بشه بیاد بیرون، یه پابند بیاد بیرون، یه روز نمیدونم اونجوری بیاد بیرون مرخصی بدن، اینا نه، حبس واقعی. ولی خب حالا به هر حال قانون الان اینجوریه. به هر حال ممنونم که تعریفش کردی. بریم سراغ خاطره بعد. سلام. من یه بار دیگه هم یه داستان واسهتون تعریف کردم و این بار دومه که داستان میفرستم. این اتفاق واسه یکی از بهترین دوستای خودم افتاده و مثل همیشه میخوام بگم که انسان از هر موجودی ترسناک‌تره. من از سیستان بلوچستان پیام میدم بهتون و شهر زاهدان. خب بریم سراغ داستانمون. من 2 سال پیش یه دوست خیلی نزدیکی داشتم که اسمشو دوست دارم تو این داستان بذارم نیلماه، ولی اگه سختتون از تلفظش ماه صداش کنید. این دوست من با یه پسری دوست شده بود به اسم آریامهر که اینم میتونید آریا صدا کنید. و اینکه این اسما رو گذاشتم براشون داستان داره که براتون تعریف میکنم. خلاصه نیلماه یه پسری دوست داشت به اسم آریا که 1 سال بود با هم بودن و تو این 1 سال خیلی بیشترم وابسته شده بودن. دقیق یادم اواسط مرداد ماه 1403 بود که دوستم بهم گفت که آریا قرار اواخر تعطیلات تابستون بیاد خواستگاریم. خیلی خوشحال بود و دوست داشت زودتر به عشق زندگیش برسه. از طرفی هم خانواده‌اش هم از مادر و پدرش هر نوع آزار و اذیت که فکر کنید بهش میرسوندن. بهش تهمت‌های الکی میزدن، تهمت معتادی، تهمت خرابی، کتکش میزدن، تحقیرش میکردن از این حرف. و نیلماه خیلی از این وضعیت خسته شده بود و تمام غماش رو از دنیا برداشته بود، برده بود پیش آریا. آریا یه پسر ساکت ولی مرموز بود. و اینم بگم اون سالا دوست من 21 سال و آریا 24 سالش بود. این 2 نفر رابطه‌شون روز به روز بهتر میشه. آریا نیلماه رو با خانواده‌اش آشنا میکنه، میبره پیش مادر و خواهرش و این وسط مسطا انگاری رابطه هم با هم داشتن. اما نه اون جوری که به چجوری بگم اینو، رابطه کامل نداشتن، یعنی رابطه جنسی کامل نداشتن. میگذره و مادر و خواهر و برادر آریا میرن یه شهر دیگه پیش خانواده مادرش. پدر آریا فوت شده بود و بهترین فرصت برای این 2 نفر که بیشتر همو ببینن، تو خونه همو ببینن و راحت تر باشن. نزدیک 2 هفته این 2 نفر هر روز پیش هم بودن و رابطه هم داشتن، اما هیچ وقت رابطه کامل انجام ندادن. میگذره و بعد از 1 ماه دختر یه حالتایی بهش دست میده که فکر میکنه حامل است و تعجب میکنه. میگه من که رابطه کامل نداشتم. اینقدر دیگه نمیخواست با جزئیات توضیح بده. چجوری آخه؟ میره با آریا در میون میذاره، ولی اونم میگه من حواسم بوده. چجوری میشه؟ خلاصه میگذره تا اینکه نیلماه به آریا میگه حالا واسه اطمینان یه بیبی چک بخر. اینم بگم که نیلماه خیلی در این باره تحقیق کرده بود و خیلی جا خونده بود و دیده بود که نوشته بود برای بارداری حتما لازم نیست رابطه کامل باشه. همین. آریامهر بیبی چک رو خرید و گفت بریم رستوران و همونجا برو انجام بده تا خیالت راحت بشه. اینم بگم این حرفا رو هیچ وقت نیلماه به من نزد. اینا رو همه رو از زبون آریا من شنیدم. آره دیگه، خلاصه رفتن رستوران و به گفته آریا همین که وارد شدن سریع نیلماه وارد دستشویی میشه تا تست رو انجام بده
و آریا با خیال راحت و اینکه مطمئن بود چیزی نیست غذا رو سفارش میده و از غذایی هم که خیلی نیلماه دوست داشته سفارش داده براش. میگفت هر چی نشستم دیدم نیلماه نیومد. 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت که گذشت تصمیم گرفتم برم ببینم حالش یه وقت خراب نشده باشه. میگفت همین که خواستم وارد شم دیدم کنار دیواری که آخرش دستشوی زنونه بود نیلماه افتاده و غش کرده و تستم تو دستشه که 2 تا خطش صورتیه، یعنی که حامله بوده. میگه اون لحظه تست از دستش بیرون کشیدم و داد زدم که زنگ بزنین اورژانس، خانم من حالش خراب شده. میگه آمبولانس اومد و نیلماه رو برد، منم با ماشین خودم دنبالشون. اما یهو نمیدونم چی شد وسط راه به یه فکر عمیق فرو رفتم و زدم کنار، تست از تو جیبم برداشتم و نگاهش کردم. دیدم 2 تا خط صورتیه. آخه قبلش هم نیلماه به من گفته بود که 2 خط صورتی باشه یعنی مثبته. نگاهش کردم، بعد فکر کردم به خانواده‌ام، به خودم، به زندگی. گفتم چجوری آخه؟ چجوری میشه این دختر که با من رابطه کامل نداشته حامله شده؟ من خودم مطمئنم هیچ وقت کاری نکردم. با خودم گفتم حتما نیلماه با کس دیگه ای رابطه داشته. ای بابا. و این بارداری اتفاق افتاده و الان میخواد خودشو بندازه گردن من. همون لحظه زنگ زدم به مادرم و سیر تا پیاز ماجرا رو براش تعریف کردم و مادرم هم حرف منو تایید کرد و گفت پسر هر چه زودتر از شهر خارج شد چون مطمئن باشون دختر برات نقشه کشیده. منم از همه جا بیخبر و حرفش گوش کردم. اما وسط راه پشیمون شدم. گفتم حالا که نیلماه برام همچین نقشه‌ای داره باید منم تلافیشو سرش در بیارم. فکر کردم پشیمون شدیم خب برگرده. تا همینجا بگم قبل از اینکه ادامه بدم، این فرار از مسئولیته. حتی اگه اون چیزی که تو داری فکر میکنی درست باشه، این دارم میگم تو، منظورم کسی که تعریف کرد نیست، منظورم همون کسیه که داریم کاراکتری که توی ماجراست. داری از یه مسئولیت بزرگ فرار میکنی. حتی اگه اون چیزی که تو ذهنت هم هست درست باشه، باید وایسی مسئله رو حل کنی، چک کنی، صحبت کنی. این فرار کنم برم و فلان اینا که. حالا دیگه یه روز از بیهوش شدن نیلماه تو رستوران میگذشت و مطمئن بودم مرخص شده. گوشیمو روشن کردم و دیدم کلی تماس و پیام دارم ازش. سریع تماس گرفتم و یه قرار گذاشتم باهاش. ببخشید دوباره من یه چیزی میخوام توضیح بدم چون یه جاهایی راجع به اون رابطه‌ای که داشتن توضیح داده و من نمیتونستم اونقدر با جزئیات بخونم. طوری که این رابطه داشتن با هم ظاهرا جوری بوده که امکان بارداری وجود داشته. فقط همین رو بهتون بگم، یعنی در این حد بدونید. نمیتونم واقعا دیگه زیادتر توضیح بدم. اینم گفتم که بدونید این فرار از این قضیه یکم نمیدونم تو ذهن من جالب نیومد، چون باید احتمال میداد که این اتفاق داره میفته. حالا امیدوارم در ادامه مشخص بشه. وقتی نشست تو ماشین حس کردم تو یه روز اندازه 10 سال پیر شده. زیر چشماش گود افتاده بود، پوستش سفید مثل گچ و همش نفس میزد و انگاری حال درستی نداشت و همش دستش به شکمش بود. اون بغلم کرد و کلی گریه کرد و میگفت نگرانت شدم. دیشب وقتی به هوش اومدم از پرستارا پرسیدم، گفتن نیستی. فکر کردم که از نگرانی تو مسیر تصادف کردی، خدای نکرده. نمیدونی وقتی زنگ زدی چقدر خوشحال شدم، انگار جون تازه برگشته به تنم. من نذاشتم حرف بزنم و خودشو خالی کنه. از تو بغلم پرتش کردم اونور و با موهاش گرفتمش و گفتم دختر خراب، با کی خوابیدی که حامله شدی؟ میخوای بندازی بچه‌تو گردن من ها؟ او عجب آدم عوضی هستی تو دیگه. اون زمانه تریلی داشتم، یه نیسان و یه پژو پارس و قرار بود بعد ازدواج یا پژو پارس یا نیسان رو بزنم به نام نیلماه. تو سرت پژو پارست. بهش گفتم فقط میخواستی بیای تو زندگیم که اموالم رو بالا بکشی. دختر بی‌آبرو. هیچی نگفت، فقط نگام میکرد. دختری که دست میزدی بهش بدنش به درد میومد از کتکایی که تو خونه خورده بود و کارهای زیادی که انجام میداد، کارهای سنگین خیلی زیادی انجام میداد. ولی انگاری حرفای من دردش از دردای جسمانیش بیشتر بود. فقط از گوشه چشماش سرازیر میشد که یهو دهنشو وا کرد، گفت من با کسی نخوابیدم. هنوز حرفش تکمیل نشده بود که یه سیلی محکمم خوابوندم تو گوشش، طوری که سرش خورد به شیشه ماشین و بعدم درو باز کردم و پرتش کردم از ماشین بیرون. باورم نمیشه. اما یادم قبل از اینکه دور بزنم و سرعتمو زیاد کنم، توانش رو جمع کرد و بلند شد و اومد سمت ماشین، سمت شیشه. دستشو گذاشت رو شیشه و گفت مرگ مادرت، روح پدرت، به حرفام گوش کن آریا. من هیچ کاری نکردم، بیا بریم دکتر آزمایش بدیم. ولی من کر شده بودم و کور شده بودم، بدون اینکه حتی حواسم به این باشه که انگشتاش رو شیشه است. شیشه رو سری دادم بالا. خلاصه پیاده شدم از ماشین و حالش بد شد و زنگ زدم آمبولانس و گفتم بیان ببرنش.
و همونجا که داشتم سوار ماشین می‌شدم دیدم یهو محکم یه طرف شکمشو گرفت و یه جیغ محکم زد. منم توجهی نکردم و فقط گفتم توله هرومیت خیلی اذیتت میکنه نه؟ بعدم گفتم دیگه هیچ وقت سمت من نیا و رفتم. ای کاش اون روز میمردم، ولی با تنها دلیل زندگیم این کارو نمیکردم. رفتم خونه، خطمو برداشتم از تو گوشی و خط جدید انداختم. وسایلمو جمع کردم که برم که مادرم یهو حالش بد شد. بردمش بیمارستان و همش نگران حالش بودم. وقتی به هوش اومد مادرم میگفت پسرم تو فقط برو. همچین دختری لایق تو نیست. تو برو، بعد یه مدت که آبا از آسیاب افتاد برگرد. همیشه منتظرت میمونم. آره دیگه پسر و مامان به قول شیرازی‌ها جت و فتح. مادرم بهم میگفت هیچ وقت دوست نداشتم با اون دختر ازدواج کنی و خدا انگار جواب دعامو بهم داده. و خوشحال بود از این وضعیت. 2 روز گذشت و من رفتم زابل به روستای اجدادیمون. تو این 2 روز خیلی فکر کردم که چرا اینجوری شد. حتی فکر نیلماه یه لحظه از سرم بیرون نمیرفت. اما تهش با خودم گفتم که اون دختر خرابی بیش نیست که گیر من افتاده بود و تونستم زود دستشو بخونم و خدا نجاتم داد و غیره. با همین افکار یه هفته گذشت. بعد یه هفته دیدم روزی 10 تا یا شایدم 20 تا تماس از خواهرم و مادرم دارم و چون روستا به خوبی آنتن نمیداد باید میرفتم شهر تا زنگ میزدم بهشون. این وسطا داییم که از شهر اومد که به روستا گوسفند ببره بهش گفتم به مادرم بگو حالم خوبه، انقدر زنگ نزنه، اینجا آنتن نیست. یه روز دیگه هم گذشت و یه روز صبح وقتی تو خونه مامان بزرگم خواب بودم با سر و صدای داییم بلند شدم که میگفت مامانت گفته زود خودتو برسون به زاهدان. منم گیج و منگ حرکت کردم به شهر که رسیدم زنگ زدم به خواهرم و خواهرم گفت آریا اشتباه بزرگی کردیم در حق نیلما. خیلی بد کردیم. مادرم گوشی رو گرفت و فقط گریه میکرد. میگفت از خدا میخوام خدا دخترمو بهم ببخشه که این بلا رو سر دختر مردم آوردیم. حالا هرچی میگفتم چی شده کسی جواب نمیداد. منم تصمیم گرفتم جای سوال پرسیدن سریعتر برم به سمت شهرمون. از زاهدان تا زابل حدوداً با ماشین 2.5 تا 3 ساعت فاصله است. اما من انقدری تند رفتم که 2 ساعته رسیدم خونه و مادرم رو دیدم که فقط داره گریه میکنه و خواهرم که ازم رو برمیگردون. نشستم وسط خونه و گفتم چی شده مادر؟ چرا نمیگین بهم چی شده؟ حرف بزن. که خواهرم همون لحظه رفت تو اتاقش، انگاری دیگه نمیخواست منو ببینه. به مادرم آب دادم و شروع کرد به تعریف کردن که یه هفته از رفتن من گذشته بود که یه روز صبح دیدن در حیاطو در میزنن، رفته باز کرده دیده نیلماه با حال زار به زور ایستاده بوده. یه دستش کلاً باند پیچی بوده و صورتش هم کنار گوشش زخم بزرگی بوده. گویا شبی که بهش سیلی زدم سرش خورده بود به شیشه و زخم ایجاد شده بود. لباش خشک بوده و طوری بوده که حتی نمیشده نگاش کرد. اینقدر حالش بد بوده گویا از مادرم خواسته که بیاد تو خونه و چند دقیقه بشینه، اما مادرم قبول نکرده و گفته من خودم دختر دارم، نمیخوام یه روز مثل تو بشه و از این قبیل حرفا. ولی نیلما وقتی میبینه مادرم تو خونه راهش نمیده میگه مادر میشه بیام تو حیاط دم در بشینم؟ و مادرم وقتی میبینه حالش انقدر بده که نمیتونه وایسه قبول میکنه. از مامانم سراغ منو میگیره که مادرم میگه از کشور خارج شده که یه وقت اون بچه تو شکمتو بهش غالب نکنی. ما خانواده با آبرویی هستیم. باش از اینجا برو، دیگه سمت آریا و خونه ما نیا. آریا برای همیشه رفته، همه چی تموم شده. ولی نیلما فقط گریه میکرده و میگفته من کاری نکردم. گویا مادر من همون لحظه یه لگدم بهش میزنه که به پهلو میفته و خیلی هم جیغ میزنه. خواهرم میاد بلندش میکنه و به مادرم میگه این رفتار درست نیست. نیلما که میبینه هیچ کس جز خواهرم حرفاشو گوش نمیده، یه پوشه از کیفش در میاره و میده به خواهرم. و تعریف میکنه، میگه اون شبی که من کتکش زدم وسط خیابون ولش کردم، گویا آپاندیسش میترکه و همون روز صبح عمل میشه. وقتی به هوش میاد از دکتر میپرسه دکتر بچه رو برداشتین؟ و انگاری دکتر میخنده بهش و میگه چرا از یون میگی دختر؟ بچه چیه؟ اصلا تو که مجردی. اما نیلما به دکتر میگه شما رو به مقدساتتون، به جان بچه‌هاتون قسم میدم خانواده‌ام از این موضوع چیزی نفهمن. و موضوع براش تعریف میکنه. و دکتر میگه دختر همه اینا علائم آپاندیس بوده. با اون تستایی هم که از داروخونه میخریدین فقط 20% ممکنه درستشون بدن. اما نیلما بهش میگه ولی من نیاز دارم این موضوع ثابت کنم. دکتر میگه نترس دختر، خودم کمکت میکنم. در اصل تو باید تا پس فردا نهایت 3 روز بستری باشی. ولی تایم بستری تو بیشتر میکنم و یواشکی به بهانه آزمایش خون برای آپاندیس و عفونت زخم و چیزای دیگه میبرم سونوگرافی و آزمایش کنم. خلاصه یه هفته میگذره و نتیجه سونوگرافی معلوم میکنه که هیچ آسیبی به حامله نبوده، یعنی و همش اشتباه بوده که مال بیبی چک بوده و آزمایش‌ها هم نشون میدن هیچ بچه‌ای در کار نیست و در اصل این دختر از آپاندیس رنج میبرده که یهو اون شبی که اومده اونجا
ترکیده. مامانم میگفت نیلما این پوشه رو داد به خواهرت و توضیحاتش رو داد و رفت. همون لحظه صداش کردم، گفتم وایسا دختر، و اون هیچ وقت مثل ما رفتار نکرد و با همون یه بار گفتنم ایستاد. چادرمو پوشیدم و گفتم بریم بیمارستان تا دکتر نتیجه این آزمایش‌ها رو برای من توضیح بده و نیلما سری قبول کرد. رفتیم و دکتر تمام حرفای دختر رو تایید کرد و گفت هیچ بچه‌ای در کار نیست. مادرم میگفت اون لحظه داشتم از خجالت میمردم. جلوی دختری که توی 10 روز ازش فقط یه پوست و استخون مونده بود. میگفت وقتی حرفای دکتر تموم شد، نیلما برگه‌ها رو ازش گرفت و همه رو تا زد و گذاشته توی کیفش و لحظه آخر که می‌خواسته از در بره بیرون سرش گیج رفته، می‌خواسته بخوره زمین، اما خودش رو نگه داشته و از بیمارستان خارج شده. داشتم دیوونه می‌شدم، یعنی من انقدر آدم بدی بودم که تو سخت‌ترین روزایی که عشقم داشت می‌گذرون تنهاش گذاشتم. کتکش زدم، 1000 درد جسمی و روحی بهش اضافه کردم و گذاشتم رفتم. نزدیک نیم ساعت توی کما بودم، انگاری که نه صدایی میشنیدم نه چیزی. فقط کف خونه نشسته بودم، سرم به دیوار تکیه داده بودم. یهو دیدم خواهرم از تو اتاق در اومد و جعبه‌ای که با یه لیوان آب گذاشت کنارم. در جعبه رو باز کردم. کپی تمام اون آزمایش‌ها، پرونده پزشکیش، سونوگرافی آزمایش، بارداری، همه بود. همه رو برداشتم، رسیدم به تهش که دیدم یه گردنبند نقره با سنگ فیروزه، یه جفت شکوفه طلا، انگشتر، یه گردنبند چشم من که دست اون بود و از اون دست من. 2 تا کش موی باربی که خیلی دوستشون داشت، یه ایرپاد، چند تا عکس که چاپ کرده بودیم و یه عروسک خرگوش که خیلی دوستش داشت توش بود. آره، اینا همه کادوهایی بود که خودم براش خریده بودم. خرت و پرتای زیادی تو جعبه بود، ولی گفتم طولانی میشه، همه رو تک تک داشتم نگاه میکردم و تو فکر خودم غرق بودم که یهو انگار به خودم اومدم. بلند شدم و هر چی شمارش رو گرفتم دیدم مادرش جواب میده. پرسیدم نیلما کجاست که مادرش فکر کرد مزاحمم. کلی فحش داد و قطع کرد. من مطمئن بودم یه اتفاقی افتاده، وگرنه نیلما هیچ وقت گوشیشو نمیذاش کسی دیگه جواب بده. رفتم جلوی در خونه‌شون، دو دل بودم در بزنم یا نه. ولی یه لحظه صدایی که شنیدم که فکر کنم مادرش بود که گفت این دختر کجا رفته که گوشیشم نبرده از صبح. اون موقع ساعتای 3 ظهر بود دیگه. تصمیم گرفتم در نزنم و سوار ماشین شدم. کل شهر رو دنبالش گشتم اما نبود. ولی یهو یه چیزی به ذهنم خطور کرد. گفتم برم سمت پارک کوهستان، چون اونجا خیلی با هم میرفتیم و حالا دیگه شب شده بود، نباید اونجا می بود. سریع گاز دادم و رفتم سمت کوهستان پارک. فلش گوشی رو روشن کردم، چند دور همه جا رو گشتم، نبود. با خودم گفتم اینجا هم نیست، برم یه جا دیگه دنبالش بگردم، که یهو یه فکری به ذهنم رسید. من که شنیده بودم مادرش گفته از صبح غیبش زده. در امامزاده پارکم که از صبح که بسته نبوده، ممکنه داخل امامزاده باشه. با 1000 بدبختی نگهبان رو پیدا کردم و با کلی منت در امامزاده رو برام باز کرد. اولش که فقط تاریکی می‌دیدم، اما وقتی لامپ کوچیکش رو روشن کرد دیدم نیلما با قیافه ترسیده یه گوشه وایساده و چاقو دستشه و سمت ما گرفته. این دختر اون دختری نبود که 2 هفته پیش می‌دیدم. این دختر قد 20 سال پیر شده بود. اون لحظه بود که غم کل شهر آوار شد سرم. رفتم سمتش اما ازم میترسید، خیلی میترسید. همش میگفت نه من خراب نیستم، من حامله نیستم، من با کسی نخوابیدم. سعی کردم آرومش کنم ولی تا دستمو میبردم سمتش خودشو میکشید عقب. گفتم آروم باش نیلما، نیومدم بهت آسیب بزنم، اومدم که ببرمت پیش خودم، تو مال خودم میشی. یهو شروع کرد به دویدن، فرار کرد به سمت پایین. من دقیق نمیدونم ولی فکر کنم نزدیک 500 تا پله داره کوهستان پارک که همه رو تون تون میدوید. هر چی صداش میکردم وایسا نیلما الان میافتی، یه چیزیت میشه، گوش نمیدم. با سرعت دوید و از پارک خارج شد و رسید به خیابون و نفهمیدم چی شد. منم دنبالش بودم. یه تویوتا با سرعت زیاد نمیدونم از کجا پیدا شد و بهش زد. نیلما همونجا برای همیشه از دنیا رفت. اون رانندم همون لحظه دستگیر شد چون فرار نکرد. اما بعد برادر نیلما یه نامه از تو کیفش پیدا کرده بود که نوشته بود مادر پدر بخشیدمتون برای همیشه، شما هم ببخشید تا روح من همیشه آرامش داشته باشه. من خودم خواستم که اینجوری بشه. آخر نامم که نوشته بود اگه یه روزی فهمیدین چی شد که دخترتون به این روز افتاد، اون فرد رو هم حتما ببخشید، چون اگه نبخشیدش مطمئن باشید هیچ وقت توی اون دنیا رنگ خوشی رو نمیبینم. بعد از چند وقت آریا هم افسرده شده بود و کل اتاقش پر شده بود از عکسای نیلما، ولی خب پشیمونی فایده نداشت. دوستان خواهش میکنم هیچ وقت کسی رو قضاوت نکنید، نه پسرا نه دخترا. اول دربارش تحقیق کنید، بعد حرفتون رو بزنید تا هیچ دختری به سرنوشت دوست نازنین من دچار نشه. فقط اگه حالتون بد شد و ناراحت شدید معذرت میخوام. من این شهر دیگه زندگی میکنم از وقتی ازدواج کردم. قبل ازدواجم هر روز میرفتم سر خاک نیلما، ولی الان که یه شهر دیگه هم نمیتونم. از آریا مهرم خبری ندارم.
فقط امیدوارم خوب باشه، چون اگه اون خوب باشه رو نیلما هم همیشه آرامش داره. و گفتم شاید با گفتنش دل من آروم بگیره. ازتون ممنونم که داستان منو گوش دادین و ازتون میخوام برای آرامش روح نیلما دعا کنید. دوستدار شما، دختری از بلوچستان. امیدوارم واقعا یکی بیاد بگه این ماجرا یه فیلم بوده، چون پیش اومده برام فیلم میفرستن به عنوان خاطره. خب تشخیص میدم خیلیاشو، ولی بعضیاشم نمیدونم دیگه. همه فیلم‌های دنیا رو من ندیدم. حالا نمیگم منظورم این نبود این فیلم ها، منظورم اینه که یعنی تا این حد این ماجرا تلخ بود که امیدوارم فیلم باشه. واقعا دیگه نمیدونم چی بگم. آخه مگه میشه آدم اینقدر بیرحم و اینقدر سنگدل؟ اگه حتی توی همچین سناریویی یه همچین اتفاقی واقعا افتاده بوده با کسی دیگه بوده، نمیدونم اصلا بچه‌ای وجود داشت، بچه مال کسی دیگه بوده، اصلا هیچ کدوم از این رفتارها رو توجیه نمیکنه. ما انسانی یه فرقی با حیوان باید داشته باشیم دیگه. آقای آریا خان فکر کنم یه دونه آدم سالم همون خواهرش بوده که ظاهرا میزانی که برامون تعریف کرد میگفت که گفته این رفتار رو درست نیست و اینا، که خودش که پسر آریا مریض، مامانش از اون مریض‌تر و یه دختر بیچاره که افتاده تو دست اینا، از توی یه خانواده در رفته و افتاده توی دست اینا. تا یه جای داشت فوش میداد، میگفت نمیدونم فلان اینا، بعد که فهمیده بود شده بود عشق زندگیش از طبق چیزی که داره تعریف میکنه. به هر حال مرسی که تعریفش کردی. چی بگم دیگه بیشتر از این، زبونم بند اومده. یعنی خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با من بودید. یادتون نره اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید. شما اگه خاطره‌ای دارید، پیامی دارید، میتونید برید توی کانال تلگرامم و اونجا از طریق لینک ناشناس برام پیامتون رو بفرستید. هفته آینده میبینمتون. خداحافظ.